کارمندان گمرک جمهوری ازبکستان دو حالت مواد قاچاق نشأه‌آور را آشکار و بازداشت نمودند. آنها سرحد تاجیکستان از دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد را گذشته به منطقه نظارتی گمرکی ازبکستان بازداشت شدند. حادثه اول ماه فوریه به قید گرفته شده است. در نتیجه کارهای اپراتیوی به مقدار 245 کیلوگرم مواد نشأه‌آور آشکار شد که آن را در یخدان نقلیات پنهان کردند. نقلیات تنقیص کنید. رقم قیدی دولتیش 044 به 98 که به شهروند فدراسیون روسیه اولیموف علیشیر ظریفوش سال تولدش 1972 تعلق داشته است. از روی حجت‌های پیشنهاد شده واسطه نقلیات مذکور طبق دکلاراسیون گمرکی ترتیب داده شده با نامگوی مالی نخ پخته به مقدار 41684 کیلوگرم که از جانب جدی‌ممی برکت همکاران ولایت ختلان شهر بختر شهرک نوآباد و سروقه جدی‌ممی پریمتکس فدراسیون روسیه ولایت مسئول شهر ویدنه کوچه بریزوای خانه 3 انتقال داده میشد. حادثه دوم آشکار و بازداشت مواد نشأه‌آور پس از یک ماه اول به قید گرفته شده است. یک شهروند کشور که 45 ساله می باشد در منطقه نظارت گمرکی کشور همسایه ازبکستان بازداشت گردیده است. این حادثه سنه 11 مارس سال روان ساعت 12:45 به قید گرفته شده است. از بازداشت شده نزدیک 1 کیلوگرم مواد نشأه‌آور پیدا گردیده است. سال تولدش 78 استقامت کننده ناحیه فرخار ولایت ختلان ملتش تاجیک رقمش نشناسنامه برای سفر نمودن به جمهوری ازبکستان گذشته رفته است. بعد از بازگشتن از سفرزاده او به از منطقه نظارتی گمرکی گذشتنش از دو زانوی پایش طریق سلفان پیچ از پای چپ راستش با لطوی رنگ سفید پیچان داشته مواد نشأه‌آور به مقدار تخمینا 1 کیلوگرم گرفته شده است. دو حالت در ولایت سوق کارمندان ریاست منطقوی گمرک 707 حالت حقوق ویرانکنی گمرکی را آشکار نمودند که 10 حالت آن را جنایت تشکیل می دهد. این رقم نسبت به همین دوره سال 2021 15 حالت کم می باشد. مثلا 6 حالت جنایت عاید انتقال غیرقانونی محصولات پسیفت گوشتی به مقدار بیش از 16000 کیلوگرم با ماده 209 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. یک حالت جنایت عاید انتقال غیرقانونی 24000 کیلوگرم نوری مینرالی با ماده 289 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. یک جنایت عاید انتقال غیرقانونی یک عدد واسطه نقلیات سبکراه با ماده 304 قسم 2 بند ب و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی ساخته‌کاری نمودن. 697 فرمانده‌های حقوق ویرانکنی مأموری به قید گرفته شده است. از این مقدار 195 پرونده با ارزش 1 میلیون سومانی باشد که از روی تابعیت به مقامات سودی ارسال شده است. در نتیجه بررسی پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری و جنایتی جریمه به مبلغ 1,133,962 سومانی رویانده شده است که نسبت به همین دوره سال 2021 زیاد می باشد. نشست خبری مسئولین ریاست منطقوی گمرک در ولایت سوخت نزدیک 1 ساعت دوام کرده به سؤال خبرنگاران رهبر این نهاد، معاونان و سرداران شعبه ها پاسخ دادند. неки вақти дар сарҳад омад патар ба конибодонба бояд ҳуҷҷатоша сохтакорӣ кардан. мо якта программа дорем контейнер ком меган. ҳамон қайти мо тамоми намуди мола метавонем назорат кунем. моле ки мо дар тоҷикистонда тааллуқ дорад. ҳамонҷо дам хел вай кардан ки ҳамона қочоқ ба тариқи қочоқ гузаронанд. ана мо дар амҷо ҳамонро дастгир кардем ва ё ҳуҷҷатошонро пасуда гуфта даровардан. ҳамон 1600 коробка сигарет 1650 коробка сигарет вай пардохтои гумрукиш таги 6 миллион мешуд. ҳозир мо хай делаи ҷиноӣ оғоз кардем, прокурорро ба супоридем. در 6 ماه اولی سال 2022 در نتیجه گذراندن ریدهای مشترک اوید به پیشگیری قاچاق مال و واسطه‌های نقلیات از سرحد گمرکی جمهوری تاجیکستان در یک جایگه با دیگر مقامات‌های حفظ حقوق ولایت در مجموع 113 حالت حقوق ویرانکنی گمرکی آشکار شده برای بررسی به مقامات سودی ارسال کرده شده است. گزارش مفنشکر و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.